روز وقتی که این حاکمای جبار طاغوت بر ما در هر جای پاسپورت ویزا ساختن، این خود نظام کفر است، این خود نظام انگلیس است. اگر نظام اسلامی باشه، ما مسلمان باید در هر جای ویزی مسلمان چی است، پاسپورت مسلمان چی است؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. این البادی مردمایی که دین نمیفهمن، فکر ندارن، دانش ندارن، اندیشه فکری ندارن، اندیشه سیاسی ندارن، نظام اسلام نمیفهمن. از این خاطر اینی مردم ها هستن با چی هستن؟ بازی هم میگه ما ملتگرا هستیم، ما قومگرا هستیم، ما وطن پرست هستیم. ما وطن پرستش نمیکنیم. مکه هم وطنم است، مدینه هم وطنم است. ایره کونا مرد سر ما پاسپورت این کرده، مرد وطن خودم نمیمانه که خانه جور بکنم، خب مر اجازه نمیته. او بیدین است، او بیدین است. قدس وطنم است. یکی یهود مرا نمیمانه که در وطن خود برم. آنجا که دین ماست، آنجا وطن ماست.